خانم جان یک سوال داشتم. همین زن میتواند به شوهرش مثال از دیگر دولت به تاجیکستان رود، مثال تو ایرپورت وای میکنن، شوهرش راضی هست؟ پدر و مادر میگیرن. شوهرش راضی هست؟ راضی است. اگر شوهرش راضی باشد باکی ندارد، برای اینکه در حاضر شرایط سفر خیلی آسان است از پیشتره، هم در عملیات هم خطر نیست انشاءالله. باز گفته استادید از آن طرف هم پیشواز میگیرد، راه آسان تر است انشاءالله، باکی ندارد مادامی که شوهر راضی هست. مادامی که شوهر راضی است. پیشتر مثلا در زمان پیامبر میدانید با شتر سفر میکردند، پیاده سفر میکردند، 2 ماه 3 ماه در کوچه ها میماندند. حاضر در 1 ساعت 2 ساعت سفر میکنند انشالله باکی ندارد. و ایاکم خواهر ام عبدالرحمن شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال منم میمه چون که مادر جان مریض سخته در تاجیکستان، همراه گفتن که چیش کنن چلیوسین، همین چلیوسین ممکنه چلیوسین خواهرم 40 بار یاسین میخوانندن در تاجیکستان برای بیمار که در یگانجا آمدگی نیست که پیامبر گفته باشن، اما عادی دعا خوانند، سوره بقره خوانده صف کنند، ناس و فلق خوانند. عموما رقیه خواندن برای بیمار درست است. حضرت عایشه وقتی پیامبر بیمار بودن در نزدشان ایستاده دعا میخواندند و به دست پیامبر صف کرده دست پیامبر رو به بدن پیامبر میمالیدن که پیامبر دستشون با برکت است. به بیمار دعا خواندن هست، مخصوص 40 بار یاسین خواندن اما در یگانجا آمدگی نیست. یک بدعتی هست که در بین مردم ما هست، اما عادی قرآن خوانده صف کنن برایشان. الله شفا دهد به مادرتان خواهرم. اللهم اشفیها انت شافی.